آقا ساعتی جک S5 برخلاف همه ساعتی ها شیربرقی تعدادشون خیلی زیادتره و این بیشترین ایراد شایعی که توی ساعتی جک S5 براتون پیش میاد شیربرقی مربوط به دبل کلاجه که بهش میگن شیر کنترل فشار دبل، که دو تا شیر فشار داریم. هر کدوم اینا اگه بخواد ضعیف بشه یا حالا پارامترش بالا پایین بشه، ماشینتون با تاخیر یا احتمال با لرزش حرکت کردنش زیادتره. و اینکه داخل ساعت برای شستشو جک استفاده کلا آب روغن زیاد قاطی میکنه گیر بکسش، به خاطر خنک کن. برای باز کردن ساعت هیچ استرسی نداشته باشین. داخل ساعت ها پشت ساعت ها پیچای ستاره ایشو باز میکنی. کلا ساعتی دو تا بلوک داره، داخل بلوکاش دو تا سوپاپ با فنر. همین کلا نگاه کن، دو تا سوپاپ با فنر داره، فنرشو جا میزنی، سوپاپاشو داخل روش میذاری دقیقاً به این صورت. و به قول معروف که بچه‌ها میگن اشبیل یا همون سوبابای داخل صف ولوادی، اینا رو با یه پیشوشی تست میگیری که روون باشه. بعد موقعی که شستشو دادی خیلی راحت اینا رو میبندی. نگاه کن داخل اینجا هیچ ساچمه فنر سوپاپ چیزی نداری. بعد از اینکه بلوکا رو هم گذاشتی بستی، پیچاشو که بستی، میای سمت دسترسی سیمفیشی رو میبندی. و یه ایراد دیگه هم که خود ساعتی جک اس5 خیلی بهش مشکل پیش میاد، شیربرقی مال تعویض دنده است. یه وقتایی میبینید که ماشینتون دنده زوج یا دنده فرد نداره، از یک میره سه میره پنج و برعکس از دو چهار شیش. اون بیشترین حالتی که توی این ساعتی پیش میاد ایرادش مربوط به این شیربرقی تعویض دنده است که این شیربرقی پایینتر از همه، رنگش هم نسبت به شیربرقی دیگه فرق میکنه. اولین کاری که انجام میدید با اوم شیربرقی نگاه میکنید. اگه اومش بالا پایین باشه مشخصه و با تعویض شیربرقی مشکلتون برطرف میشه. دسترسیمو میبندی. کلا داخل این ساعت هیچ مرگ تعویض دنده اشویلی نداره، فقط یه سوکت وصل میشه و همین تمام. من ممنونم که این فرصت تماشا کردید.